kill her immediately. She can turn anytime. صداش مرده I know, زنه. but we need سلام، من TTS هستم و خوش اومدید به ویدیوی دیگه. تو این ویدیو قراره بریم سراغ بازی The Walking Zombie 2 که نمیدونم برای چی یهو اومدم دوشو بازی میکنم، ولی حتما اگه خوشتون اومد بگید شماره یکش هم بازی کنم که همین دیگه. حتما اگه بازی ترسناک دیگه‌مون رو ندیدین حتما برید اینجا ببینید، خیلی خفنن. و لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره زنگوشم بکوبید که هر موقع ویدیو جدید بزنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و ببینید. دمتون گرم. بدون معطلی لیتس گو. خب لودینگ کانفرم دانلود. صبر میکنیم. بابا 4 میگی؟ یه قرآن 4 میگه اینقدر داره طول میکشه. سر 4 میگ داره منو اینقدر طول کشید. Wingardium Leviosa. نه Wingardium بود یا Wingardium Leviosa. یه اوز قوس داره. احتمالا پاتر هدو بریزن سرم، ولی حالا خلاقیت چوب عادیه به قرآن. چوب هری پاتر بود که یه دونه دیگه هم داشتم. این اینجا شکسته فقط. این محکم‌تر از اینه. این ذره خرابه، ولی این تقریبا سالم‌تره. البته این شکسته. مثل اون دفعه که چوب هری پاتر شکست. قسمت 7 فوت فکر کنم. آره. لودینگ بالاخره. پشمام ریخته. اون هری پاتر چوب شکست نه. فکر کنم، نمیدونم. فکر کنم خودم شکوندم. چطورش کوچیک نمیدونم. ولی این صداش بلنده. کمش شو. خب اصلا میخوایم بازی ترسناک. اوه جان. If you need my help, just say a word. She's infected. We need to kill her immediately. She can turn anytime. صداش مرده I know, زنه. but we need to save the child. It's her last wish. بچه زایی. It's a boy. How should we name him? منم your name. خب میزنیم فارسی شد. یا TTS رو بذاریم. TTS رو نه، همین حالت عادی ویدیو باشه فعلا. البته نمیدونم. And how is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out! مامانش چرا بچه‌ش شد؟ هولی شیت، این چه سمیه؟ چجوری من بزن بچه
هوشه حیوان برو گوش دمم گرم. خب الان اینو برداریم. تیک الان کجام گذاشتم؟ چرا خفنه؟ اوپن. بچه رو گذاشتم اونجا. اینو بردارم. نباید ببندم درشو. یا بابا شت برسه نباید بذارم بچه هست. آسیب بزنم. امیر خوش وای پدر سگا نگوشی گم شد هد است. بمیر. آره کسی به بچه آسیب بزن. بچه میزنم لهتون میکنم. در فنو نبست. جالب اینجاست برام. کانتینیو. 20 سال گذشت. The young hero Woodlands? grew with wanderers who found their refuge in the woods. Frank. They searched for equipment, food, and meds in the ruins of old cities. Lila. چقدر انگلیسی های لیلا چی بود اسمش؟ ها نداره بدبخت. Members of the woodlands avoided idle lifestyle. آها این همونیه که بچه رو نجات داد. الدر کلانتر هم ولی چه بازی خفنی. آها راستی اینو میتونید از توی اپ استور دانلود کنید. بازی ترسناک با مسخره گرفته. اوه اینم که اصلا تعطیلاته. The chosen one. چه اسمی فکر کنم نمیدونم. خب الان ما باید چیکار کنیم؟ بچه هاییم؟ واقعا؟ بابا برو ما اینیم؟ ما هم ایلیاییم. یاد چقدر خفن خدایی چیز بازیش. گرافیک نداره ولی در عین این که مثلا گرافیک نداره بازی خفنیه. اوه چیزه حالت باید با این حرف بزنیم. No problem. I'm on it. خب الان زامبیا کدون جانداست چیز. خب ما میتونیم AK بگیریم، میتونیم اینا بگیریم. AK میگیریم. AK STG چی؟ خب با بریم اینجا. گو انتر. فکر کنم مثلا داستانی هم هست. اگه داستانی باشه اینجوری مثلا با چند پارتش کنیم. حالا خواستین الان من باید بودوام برم اینجا. اوپن نمیتونیم ببندیم. آن تبرم میتونستم بردارم. کاش مثلا بتونم اینو نمیتونم چیز کنم. تبر چیه؟ بکنم بهترینشو برداشتم. بمیر. او چه طولی میکشه. خب احتمالا الان باید بریم بیزین. خب الان میگه اینو باید بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد اینو بزنیم، بعد بزنیم اینو.
TIP ضرب در 3 نرماله. این سرشون ضرب در 3 میشه، نرمالشون پایین تن هستش. آخه بچه رو بول سیمولیتر چیه داداش؟ با این بوریس داداش این چیه؟ این چیه؟ با دشویی بشو حالا اینو باید کجاش کنی؟ بمیر الان اینو باید بردارم. ای این چه؟ برو بمیر البته آخر زمان خب عادیه، ولی برو بمیر تو روحت. من تو اصلا 64 تا یه استک جون. ماینکرافت پلیر رو میفهمن چی دارم میگم. سیولیتر نه I'm on it. دوباره این نه بازم همون اشغال زامبی باید بزنم الان. چرا نمیرم؟ فکر کنم داره فعلا یادم میده که برم بکش بچرخونیم ببینیم چی میدی بهمون. خب زامبی پدر سگا نگاه بمیر. بزن اینو باید درست کنم. چه باحاله. کجاست که خراب کجاش خرابه نمی‌بینم. کجاشه اونجاست دیدم. برو پیدیر سوگ. بمیرین فرقی ندارد بمیرین. خب الان باید دوباره برم اینجا. نمیتونم برم اینجا. دوبار بزنم فکر کنم. آره دوبار بزنم چیز میکنه، زوم میکنه. بس ببینم. نمیتونم چیز این داره میپذه. بس ببینم دمیج میخورم. نه آب داداش از اون لاش نمیان مگه اسکولا. چیز میتونم بخرم پس بگیر خبر میتونم بخرم که نمیتونم بخرم. چند هست این؟ 200 هست. چند هست این؟ چی خریدم هرچی بود. این زیاده خیلی زیاده. شلوار مگه شلوار ندارم؟ این سیخ خوکه اینو که همونجا میداد اصلا.
تفنگم نداره. خب پس هیچ. خب الان چه کنم؟ باز دوباره عینه باید بخرم. خب الان چجوری بیام بیرون؟ باز دوباره اصلا ریخت و قیافش رو میبینم بدم میاد ازش، چون گفتش اون ببین آقا من برای چی باید از تو دستشوی ساعت بردارم؟ Tell me more. الان باید ما چه کنیم؟ چه خود کنیم؟ راه جدید، جای جدیده. نیفتیم حالا، ولی خیلی بازی خفنیه. آره زوم میکنه، ولی همینشو دوست دارم. تیره خب 400 تا تیرم تموم میشه اینجوری. آها بریم بابا. بودو بزن دیرش خونه رو میبنیم. آره گنگمون بالاست. بودو آیناش بزن پدر سگ. بزن جرش بده. دوتا میزنی دوباره برمیگرد. بزن پدر سگو بمیره. بمیر دیگه. بودو بریم. بودو. بزن بریم بابا. آدم نباید میجد یا پدر اسرائیل اینا داشتن کردن. الان باید چی بکنم؟ واقعا هیچ ایده ای ندارم من. هیچ چیزی هم نزده الان. نباید برم اینجا. کامپلیت شد. دوباره باید بریم خونه. چیز باحالیه. آدم یه جوریه که اصلا آدم دوست داره هی بره، هی ادامهش رو بره. آدم از اون اولش بعدش میاد که بابا اینم جایه، از جایی بعدش میاد که این مرده که اینجا هست، اینجا گوشه تصویر چیز میکنه، میاد اذیت میکنه. ناکن این عوضی آشغال منو برد اینجا چیز
خدا وکیلی چه فکری کردیم؟ اونجا که آب تمیز داره میشه، اونجا خب نگاه اینجا رو نگاه، اینجا که داره آب تمیز میشه، خب از اونجا مگه نمیتونن زامبیا بیان؟ یا مثلا نه این از این زیر، از این زیر خب منم میتونم برم. خیلی عالی. بوجو کنم دیگه همه بازی رو سپورت به خودمون، که مثلا بریم خودمون جنگ و اینجور چیزا دیگه. فقط ادامه دادن بازی دیگه تا مثلا به کل مپ برسیم. اینجا مثلا باید الان بریم این یکی مرحله رو بریم ببینیم چی میشه. ولی چیز اونقدر ترسناکی نبود، جزو دسته بازی ترسناک ها حساب میشه، ولی اونقدر چیز نبود، بولد نبود واسه ترسناک بودن. چرا من لگی دارم، من خیلی لگی دارم. ای! پشتم زدم. پدر سوخته. بزن نه پشتم قطعا پشتمه. بریم اونو رو. موتوره داداش. زنه بودو یا دیش دیری اگو خود دیش دیری 666 ستا و 6 داره. بچه که از خواب با میشه 6 داره. بودو ولی خیلی بهتر میشد که مثلا مثل چیز نبود اینجوری. خیلی اینجا که نیستم. بریم تو. داداش من یه زری میزنم میام. تو بیزر میای منو میزنی. داداش منو یه دقیقه نزنی. کیسه آشغال بود، ولی جامپ اسکر زیاد داره احساس میکنم. نداره این پسر. کامپلیت شد تسکمون. بودو پسر امی بیراز. خب دیگه بهتره برگردیم. خب دیگه دیگه همین هست دیگه مثلا اگه بخواین حالا پارت بعدیشو میذاریم، مثلا بریم دوباره کاری که میگه رو انجام بدیم. اگه مثلا حمایت ها خوب باشه هی همینجوری اینو ادامه بدیم و به آخرش میرسیم دیگه. اگه دوست داشته باشید، اگه دوست نداشته باشید که هیچ. اگر هم مثلا دوست داشته باشید مثلا اینو تموم کنیم بعدش بریم شماره 1 رو بازی کنیم. آره دیگه. خب خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. زنگ گوشم بگید که اما ویدیو جدیدشون نوتیفیکیشنش براتون بیاد و ویدیو منو ببینید. پشمام چقدر سریع گفتم. و حتما اگه ویدیوهای قبلی ترسکمون رو ندیدید حتما برید اینا رو ببینید، خیلی خفنن. دمتون گرم. بدون معطلی که نداشت. اور ریبلر